نگو نامهربان بودیم و رفتیم. نگو اینها دلیل محکمی نیست. بگو با دیگران بودیم و رفتیم. بگو با دیگران بودیم و رفتیم. من برایت نامه می‌بستم به پای کفتری، بیخبر از اینکه داری با کلاغان میپری. کی میدونه فرق بین صبر با انتظار چیه؟ اصلا صبر یعنی چی؟ انتظار یعنی چی؟ صبر یعنی پذیرش. خوب دقت کنید، این رو به همه مردم جهان انتقال بدید. صبر یعنی پذیرش گذر زمان به امید شکوفایی در درون. اما انتظار یعنی چی؟ انتظار یعنی تحمل گذر زمان به امید شکوفایی در بیرون. انتظار مفهومی است بر سکوی پایایی. انتظار با این مفهوم نیست که تو بشینی دست رو دست بذاری بلکه یه اتفاقی بیفته.